سلام دوستان، به قسمت جدید از کانال سینما کریتیکس خیلی خوش اومدید. توی این قسمت ما مثل قسمت قبلی به معرفی سریالی میپردازیم، اونم سریال اینوینسیبل که خیلی ها کمیک این سریال رو احتمالاً قبل از پخش سریال خوندن و تمام کردن. این سریال در فصل اول در یک دنیای ابرقهرمانی است که در اون افرادی هستن که با قدرت‌های فرانسویشون جون مردم رو نجات میدن. یه چیز طبیعی تو اینجور سریال که اگه گذرتون به پوسترهای این سریال خورده باشه یا در موردش شنیده باشین، ممکن این سریال رو به چشم یکی از دنیاهای قهرمانی معروف مثل مارول و دی سی ببینید، ولی دنیای اینوینسیبل خیلی جذاب‌تر از این حرف است. این سریال توسط پرایم ویدیو تهیه شده و در حال پخشه. از صداپیشگی‌های معروف این سریال میشه به جی.کی. سیمونز که احتمالا اون رو با نقش جان جونا جیمسون در سری فیلم‌های مرد عنکبوتی و همچنین والتون هوکینز یکی از دیگر از بازیگرهای معروف که ممکنه خیلی‌ها با فیلم‌های قدیمیش خاطره داشته باشن بهش اشاره کرد. داستان سریال در مورد مارک جوان با صداپیشگی استیون یان هست، نوجوانی در یک مدرسه ساده که پدرش آمنیمن یا نولان گریسون یک مسافری از فضاست که از سیاره‌ای به اسم فیلترومایت آمده که مردم این سیاره قدرت‌های زیادی دارن، از جمله قدرت اولیه پرواز کردن و ابرسرعت مثل کریپتون در دنیای دی سی و مارک هم دوست دارد این قدرت‌ها رو مثل پدرش به ارث ببره و در تلاش برای قوی‌تر شدن است تا مثل پدرش قهرمانی بزرگ شود و در این حال با مشکلات دبیرستانی خودش دست و پنجه نرم کنه. در دنیای این سریال مانند دنیاهای مارول و دی سی یک گروهی از قهرمانان هستند که قوی‌ترین آنها به نام گاردینز آف گلوب یا همون نگهبانان سیاره شناخته میشن و داستان با مرگ ناگهانی این گروه شروع میشه و دلیل مرگ اونها خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما الان دارین بهش فکر میکنید و مطمئن باشین داستان این سریال به شکلی شما رو متعجب و شگفت زده میکنه که به صورت کامل جذب این سریال میشید. فکر کنم دیگه تا همین جای داستان کافی باشه و الان میخوام برم سراغ یکی از نقاط قوت این سریال که شما رو میتونه به طور کامل جذب کنه. یکی از نقاط قوت این سریال کامبت‌های نرد هاست که شما میتونید تکنیک های مبارزاتی رو توی این نبردها ببینید و به طور کامل درک کنید. افرادی که تمرین دیدن تا بکشن و تکنیکشون حاصل سالیان طولانی از تمریناتشونه و فرقی که با یه افراد به اصطلاح آماتور دارن رو میتونید ببینید توی استفاده از مشت‌ها و ضرباتشون. تکنیک های مبارزاتی که حاصل سالیان طولانی از تمریناته و باعث میشن مبارزه‌های نباشن که با 2 تا مشت تموم بشن و قشنگ روی این نبردها کار شده و رشد همین تکنیک مبارزاتی رو در طی زمان روی افراد میتونید ببینید که قوی‌تر از قبل به صحنه مبارزه برمیگردن و وقتی که برای ساخت این نبردها گذاشتن به خوبی به ثمر نشسته. از طرفی بخش‌های داخل بدن و خونریزی‌های حاصل از زخم‌های حین نبرد به شما این حس رو که فضای انیمیشن فقط در 2 بود که شامل پوست و شکل ظاهری شخصیت‌ها باشه و در اونها خلاصه بشن نمیده که این حس خیلی خوبی برای این نوع سریال است. انیمیشن سازی قدرتمندی که به طور کامل به شما حس یه داستان قهرمانی رو میده. فصل سوم این سریال از روز جمعه 18 بهمن ماه 1403 شروع به پخش میشه و شما میتونید هر جمعه منتظر قسمت جدید این سریال باشید و مانند فصل‌های قبل در 8 قسمت برنامه‌ریزی شده. تا قسمتی دیگر از کانال سینما کریتیکس بدرود.